و آیا نگران سلامت کودکانتان هستید؟ آیا در گرمای تابستان سفارش می کنید که درون کلاس بمانند آخر گرما زده می شوند؟ آیا به پوستشان کرم ضد آفتاب می زنید که سیاه نشوند؟ برو بابا دلت خوشه، لباس ضد آتیش کن تن بچه تا طفل معصوم جزغاله نشده سر کلاس. آخه میدونید حادثه است پیش می آید. همین 2 جلسه قبل گفتیم که معاون وزیر آموزش و پرورش ایران در واکنش به کشته شدن 26 دانش آموز در اثر واژگونی اتوبوسشون در حالی که عازم اردوی راهیان نور بودند گفت سانحه است پیش می آید. بعد دیدید که آموزش پرورش انداخت کردن سپاه انداخت کردن رانندگی هم انداخت کردن دانش آموزا هم که خدا رحمتشون کنه. بعد حالا مقصر کی بود و علت چی بود؟ کی بود؟ من نبودم. 2 هفته نگذشته بود که یه اتوبوس مدرسه تصادف کرد با یه قطار. کجا؟ توی مصر. همین مصر، نمیگم امریکا، نمیگم انگلیس، نمیگم ژاپن، توی مصر حادثه بود پیش اومد. ولی مرسی رئیس جمهور جلسه فوق‌العاده گرفت با نخست وزیر، وزیر بهداشت، وزیر دفاع، فرماندار منطقه، وزیر حمل و نقل وزیر حمل و نقل هم معذرت خواهی کرد، گفت که بالاخره حادثه دیگه تصادف پیش میاد. چله فقط مورد معذرت خواهی کرده. ایران نه خیر، وزیر حمل و نقلش گفت مسئولش منم، استعفا داد. مرسی استعفاشو قبول کرد، رفت به یه کارش. بعدش هم بیانیه صادر کردن که مجازات میشن هر کسی که سهل‌انگاری کرده توی این قضیه. یعنی الگوی حل بحران امور از همین کشورهای جهان سومی هم یاد بگیریم پیشرفت محسوب میشه واسه ما. والا از سال 85 که یادتونه یه چراغ نفتی چپه شد تو کلاس و 8 نفر از بچه‌ها در سطح خیلی بالایی سوختند. اینم وضعیتش. شاید قصه دوست داری مثل قصه اون هم کلاسیان روستایی، اگه قصه تلخه گناه واقعیت، داستان نرگس و گلای باغ میهن که نشستم با صد چراغ و افسوس کاشکی یه بخاری جای چراغ نفسوس داشت. چراغ افتاد توی کلاس و گرگ گرفت، آتشی که پوست بچه ها رو مثل گرگ گرفت. یه طفل معصوم با داد فریاد گفت زود بدو این سمت در، ولی درم قفل بود. چشم خوش شد یکم بهم مشک بده ایزد، این بچه ها با کدوم دست مشق بنویسن؟ اقدام مسئولین دیارشو دادن. بازم در کلاس مشکل داره، بازم بیش از 40 نفر دانش آموز توی کلاسه، بازم چراغ نفتی توی کلاس وجود داره، بازم آموزش داده نمیشه و بازم کپسول آتش نشانی حکم دکوراسیون تو کلاس داره. بعد توشو از برف شادی پر کردن، همون برف شادی هم در نمیاد حقیقتش. زامنشو بکش. زامن داره اینجا، زامنشو. بازم فصل سرما اومد، بازم تو دبستان آتش سوزی داشتیم، بازم سوختگی عمیق داشتیم، بازم کشته دادیم، باز هم بیشتر از 10 نفر دیگه هرگز تا آخر عمرشون به حالت اولشون بر نمیگردند و باز هم وزیر خندید و زن زایید و مهمانزه در آمد. آقای وزیر که کلا بعد از آتش سوزی مدرسه پیرانشهر و درخواست استعفا ازش موضوع رو به مسخره گرفته و گفته شما خبرنگارا رو چی؟ شما رو برکنار کنیم یا نه؟ اگر به موقع خبر میدادید و مواظب مدرسه شیناباد پیرانشهر بودید این اتفاق رو نمیداد. بعدید نه بابا داره کار به جای باریک میکشه، کم کم داره خطرناک میشه، موقعیت شغلی و استیزا و درخواست استعفا و از این چیزا. گفت آقا معذرت خواهی من که به جایی نمیرسه. وزیر آموزش پرورش باید بگه من عذرخواهی من از الان تا قیامت عذرخواهی میکنم هر اتفاقی بیفته تو آموزش پرورش. یعنی از الان تا قیامت هم دست از سرتون بر نمیدارم، پس خواهشاً شما دست از سر من بردارین. بعد این دوره تسلسل خیلی منو کشته باز شروع میشه. از وزیر آموزش پرورش به وزیر بهداشت، از وزیر بهداشت پاس میده به مدیر آموزش پرورش منطقه، از مدیر آموزش پرورش منطقه به مدیر مدرسه، مدیر مدرسه به معلم بنده خدا به بابای مدرسه، این بابای مدرسه فراشی هم به بخاری علایالدین اداره استاندارد باز دوباره میچرخه میرسه به آقای وزیر آموزش پرورش. آخرش آقای وزیر میگه بخاری کلاس که استاندارد بوده، یعنی استاندارد این استاندارده، این آقای استاندارده، دمپایی استاندارد در خدمت شما.
این که هیچی پراید استاندارده دیگه، تو خودت بگیر تا آخر ماجرا رو. والا خروجی کارخونه رو ببین، شیر صحراه. حالا خروجی جاده رو ببین. پراید هم استاندارده، یعنی ما همه چی اون استاندارده. وزیر آموزش پرورشون که دیگه آخر استاندارده، میگه من به امر رهبر وزیر شدم، جز رهبرم کسی رو نمیشناسم. یعنی رسما داره استیزا رو خط بکشه، زیادی هم حرف بزنه میرم در بیت آقا میگم. بعد تازه خیلی ریلکس هم میگه من پدر مادری دانش آموزا رو تحصیل میکنم که با کمال احترام برخورد کردند و حتی یک کلمه هم از روی فردی حرف نزدند. در هر حال اتفاقی است که افتاده، تحسینم میکنه. بعد میگه روزی که برای بازدید به بیمارستان رفته بودیم حال بیماران نسبت به روز دوم تغییر کرده بود، در حالی که بعضیا بلند شدند و سرود خوندند برای ما. سلام الله عزیز، حال چطوره؟ خوش و سلامتی، کار چطوره؟ چند روز بعد از این جریان یه عکس مطلبی تو اینترنت پر شد که بله یه آقا مهندس ایرانی پولدار شرکت روی گنده داره از آلمان بلند شده اومده ایران که خرج اینا رو بده. اول ما با خودمون فکر کردیم که خارج کشور داخل کشور در اونجا تمام پزشکان رو دعوت کردیم، جلسه گذاشتیم، گفتیم آقا هر کاری که میشود برای اینو انجام داد در هر جای دنیا شما بگین دو انجام بدیم. خب خرج و مخارجشون که آموزش پرورش وظیفه‌ش داره میگه میدم، یعنی منت هم تازه میذاره، منت میده وظیفه‌شه. بعد تازه میگیم فرستمتون خارج. حالا این آقاه از خارج بلند شده اومده ایران، یه مقدار قضیهش مورد داره بو میده. بو. بعد رادیوهای ایران هم رفته این آقا رو گرفتن کشوندنش باش گزارش بگیرن. بشنوید این گزارش رو. آقای وکیلی به عنوان یک خیر حاضر شده که پول مداوا و درمان و هزینه‌های مربوط به عمل جراحی بچه‌هایی که آسیب دیدن در آتش سوزی مدرسه شیناباد در پیران شهر رو تقبل کردن و من خواهش می‌کنم هر توضیحی لازم هست خودتون بفرمایید. اما لازمه توضیح بدم که یه سری از این مسائل که فرمودید اینگونه نیست. در بیمارستان حمایت کردن که اگر هزینه‌ای هست، اگر درمانی لازم، اگر کمکی لازم خارج از کشور نیاز انجام بدیم، ولی که مسئولین بیمارستان، مسئولین دولت رو نپذیرفتن. من اعلام آمادگی کردم مثل اینکه دولت خودش داره هزینه رو پرداخت کنه. من یه بازی ساده بیشتر نکردم. درود بر شما. البته باز هم شما دارین فروتنی میکنین، تواضع میکنین. یارو داره میگه من پول ندادم، رفتم سر بزنم گفتن دولت پولشو میده. این مجری گیر داده که نه تو پول دادی، ای شکست نفسی، ای نیکوکار، ای قهرمان. چیه اینجا این وسط از اول برنامه داره؟ یعنی ما جون به جونمون کنن قهرمان پروریم، نه اینکه قهرمانا رو بپروریم و نه همینطور آدمای عادی رو میگیریم واسه خودمون میپروریمشون، قهرمانشون میکنیم، بعد خودمون هم میایم زیرش کامنت میذاریم معنی مرد رو فهمیدیم بعد سالها. مو به تنم سیخ شد. درود بر شما بزرگ مرد ایرانی، کاش روح همه آدما مثل شما بود. تو افتخار ما ایرانیان هستی. مردهای بزرگ نمیمیرند ای بزرگ مرد ایران زمین. از یه طرف هم یه عده میان میزنن تراتوی این قهرمانا در میارن، ببینن که همچین خبری هم نیست، نه بیمارستانی و نه پولی، بعد همچین میزنن تو سر این قهرمان ساختگی. ای دروغگو. حالا فشار مسیج دادم واسه و جور بوش در اومده مهندس مرتی که شیاد. حالا اینکه این بنده خدا چیکار کرده و موضوع راست بوده یا دروغ بوده اصلا کاری نداریم، اما مسئله اینجاست که یه نفر کمک خیریه کرده یا اصلا نکرده، بیمارستان ساخته یا اصلا نساخته. ما ایرانی عادت کردیم که یا یه نفر رو ببریمش بالای بالا یا اینکه از بالا همچین بکونیمش زمین هرچ. اما حالا خرج دانش آموزا رو دولت بده یا کس دیگه ای، چیزی که مشخصه اینه که 2 تا از دانش آموزا اونقدر سوختگیشون بالا بوده که جونشون رو از دست دادند. 15 تا از دانش آموزا باید بقیه عمرشون رو اینطوری سپری کنند. وزیرم لبخند میزنه و ما میمونیم و بخاری نفتی و دره‌ای بدون دستگیره و 40 تا دانش آموز توی کلاس و کپسوله خالی و انتظار یه حادثه.
که پیش میاد. شاید این جمعه نیاد ولی میاد.